الحمدلله به بعضی اونایی که سن و سالمون ما سالمم الحمدلله، چون روستا بیایم آب و هوای خوب، شیر و ماست لبن یادمان بچه‌های کوچیک بیان شیرزیا بیان، این مال گوسفند زیاد بود، زحمت ها زیاد بود، مثل حالا نه بچه‌ها حالا وای نمیستن چون اونه بود روستاها به سختی بود، برق نه به همه ای برابر رفتن. 12 سال با پدر شوهر مادر شوهرم دیگه یک حیات زندگی می‌کردیم، با روی یک سفره نون می‌خوردیم مادر جان. خاطر او که ما اون زمان قناعت داشتیم، سازش می‌کردیم، مساختیم با شوهرم. مو فارسی زبون بیام، اصلا ترکی نمیدانستم. مادر پدر من یزدی بود مادر جان. مثلا به خاطر که پدر شوهرم بزرگتر بود میگو به طرف پدری با بچه‌ها صحبت کنی، و همون خاطر بچه‌ها هم طول گرفت، خودم هم طول گرفتم. ما اوقات با خواهر شوهرام و مادر شوهرم